السلام علیکم داملای عزیز، من یک نفر مخلص شما. خواهش میکنم به سوال من جواب میگردانید. زن با طور شوخی با شوهرش میگوید در نبودن تو من با یک جوان زیبا بودم. با این طریق این زن گناه میگیرد یا نه؟ و در آخر التماس دارم از شما، امروز در روز قبول دعاست، از برای من دعا میکردید که کار مشکل پیش روی من آمده است. یعنی این برادر سوال کردن که اگر زن به طریق شوخی بگوید که در نبودن تو من با همراه یک جوان بودم، آیا این زن گناهگار می شود یا نه؟ راستی بار باور کن این بی‌غیرتی و بی‌ناموسی همون مرد نشان می دهد. وقتی که زن نزد وی میگوید که من در نبودن تو با یک جوانی بودم، ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. این گپ شوخی هم نیست، همه کار از شوخی سر میزند. وقتی یک بار بگوید ما با همراه فلان کس بودیم و نگاه به سوی تو میکند، زنها بسیار یک دام فریب هستند. رسول اکرم گفتند اتقوا النساء و اتقوا الدنیا، از دنیا و از زن سخت بترسید. از این خاطر اولا این تماما معنی ندارد. باید زن اینقدر جرأت پیدا نکند که این سخن در نزد شوهر خود بگوید که ما با فلان مردی بودم، و این مرد اگر خنده کند این دیوس است و بگوید شوخی کرده است، خنده کند، این دیوسی را نشان میدهد. برای من البته زن هم گناهگار میشود و تو در نزد خداوند از اون دیده گناهگارتر هستی. خداوند آن مشکلاتی که پیش روی توست خدایا مشکلاتی تو را دور بگرداند و غیرت اسلامی را خدا در وجود تو پیدا بگرداند. آمین یا رب العالمین. اینجا یک برادر با کلمات عربی نویسنده است. راستی بار این حسن خط هم نیست. حسن خط می نویسی خوب بنویسش، نقص بنویسش. نمیتونی نویسنده با همین طریق کریلیکی بنویس، میفهمیمش انشاءالله. السلام علیکم داملای محترم، آیا حضور پدر و مادر در نکاح شرط است یا نه؟ یعنی در نکاح حاضر شدن پدر و مادر اگر چندی که فقها میگویند شرط نیست، لیکن با مرور زمانی که الحال ما و شما زندگی داریم حضور پدر و مادر شرط است که باید که در نکاح خواهرز البته پدر و مادر است. وقتی ما اینقدر صفتی که پدر مادر میکنیم و در نکاح فرزندش اشتراک نداشته باشد یا درکدار نباشد، پس این چگونه میشود؟ این حالت هم این نکاح با فیض و با برکات هم نیست. باید که همون داملایی که هستند پرسان کنند ما را چند کس میگوید، ما راستی بار میپرسیم پدر مادر باشد، اشتراک داشته باشد، از این نکاح فرزندشون لذت برد. اونها به همین روزا اونها تربیه کردن. باید که البته حضور داشته باشد و تمام دامله‌ها مسئول هستند. اینها را باید که بپرسند که آیا اشتراک دارد ندارد، آیا این فرزند چگونه فرزند است که پدر و مادر او در این نکاح اشتراک ندارد. اینها را باید که ما بفهمیم، دامله‌ها باید بپرسند. الحال در همین موضوع یک صحبت میخواهم برای شما برسانم. یک برادر برای ما مراجعت کرد، من بعض دامله‌ها این رساندن هستم. یک برادر الحال به ما مراجعت کرد که پدرشان یک زنی داده بودند. اون زن تخمین 50 ساله یا زیادتر از 50 ساله بود. وقتی که در خاندان پدرشان جنجال شده است، البته زندگی آینه بیش و کمی است،